نظری در این موضوع نکردیم. در سوشل میدیا و تعداد شبکه‌های هم که در قضیه شهادت فرامرز جان صحبتی کردن، امروز میتونیم این قضیه از زبان خود آقای احمدی بشنویم و ما در قدم اول برای آقای احمدی عزیز یک تسلیتی میگم. ما واقعا از این حادثه چی بگم برای هر چی بگم درد دل شما میتونم میفهمم که سبک نمیشه و من امروز شخصا برخود لازم دونستم در نبود آقای احمدی در شبکه سلام هموطن و ایمایی که در دست بگیرم و به احترام شهادت فرامرز جان بیام از زبان خدا آقای احمدی بشنویم که اتفاق چگونه بوده. آقای احمدی از خارج و داخل هموطنان عزیز ما در شبکه سلام هموطن پیام‌های بسیار زیاد تسلیت و ابراز همدردی کردن با شما و هموطنان ما منتظرم که از زبان خود شما بشنوم که این حادثه چگونه بوده و جزئیات از این قضیه و هموطنان عزیز ما شما شرح بدید. جا داره تشکری کنم از تمام هموطنانی که واقعا در غم شریک شدن، کلان ولایت‌های افغانستان به خصوص ایرانی‌های عزیز و کسانی که در کشورهای اروپایی هم جا داره تشکری کنم از اینا. واقعا من چیزی گفتن نمیتونم، به چیز زبانی بگم از این مردم تشکری کنم کمه دیگه. یک حادثی بود که من به شما توضیح بدم. روز جمعه بود. روز جمعه خود شما میفهمیم آدم با خانه استراحت میکنه چی میکنه. من ساعتهای 10 بجه بود و خستم بیامدم کنار سفره که صبحانه بخورم. فرامرز جانم هم کنار میششته بود، همشیری هم بود، مادری هم میششته بودم. خب این گلاس چای خو خلاص کرد و خست هم جلوی واینه پستاد مو خورم تیار کرد بیرو شد. یعنی واقعا وقتی که بیرو شد یک نگاهی به طرف میکرد که هیچ وقت از مثل یک صفحه که هر دم جلوی رو تیم یک خنده هم بکرد برفت دیگه. این برفت من چای بخوردم. من خود در کنار از خود شما میفهمم که کار هنری میکنم، تاکسی هم دارم دیگه. وقتم بیرو شدم تاکسی خود روشن کردم رفتم سر چهره‌ای. یعنی حدوداً 20 دقیقه یا نیم ساعت یا 20 دقیقه خودمو دروغگو نکنه که دیدم به گوشیم زنگ آمد که مادر فرامرز گفت که فرامرز جنجال کرده بودم کوچه اون به کارت زدم برو بش بخونه. من خدای از اینجا دیگه سراسیمه نفهمیدم که چی رقم تا ده همیشه فاخونه بیامدم به این بخش عاجل. اول دیدم نیه دویده کرده برفتم به طرف او بخش دیدم او از این بخش بیرون کردم بیاوردم دیگه ایت نفس نده چیشای وا بود. این پس بیاردم این بخش دم شفاخانه دیگه. دکتر صاحب هم خدا اونو خیر بده زحمت خیلی کشیدم. ای که عجل به چی برسیده بود فوت کرد، خدا تعالی رو بیامرزه دیگه. اونا هم زحمت خود بکشیدن دیگه. این بود که من جنازه رو بردیم به سردخانه برداشتیم دیگه. جنازه رو بردیم به سردخانه برداشتیم برفتیم خونه خوب ششتیم دیگه. من جا داره تشکری کنم از نیروهای امارات که برسه وقتی و یک قاتل به چی برن دستگیر کرده بودم. این رو بردیدم به حوزه دیگه. باز دیدم از حوزه و من زنگ زدم که می بیای ازارات خود نوشته کن. من گفتم هنوز من جنازه به چی خود بزیر نکردم بگذارن که فاتحه و چی خلاشه. بازم مسلمان ها گفتم صحیحه. اگر نه اونا گفتم ما 12 صدق داریم که قاتل نگاه داریم ولی به احترام شما تقریبا 72 ساعت شد. یعنی این زمان که این حادثه همون روز جمعه فکر کنم. بله روز جمعه تقریبا 11. یعنی همون زمان روز جمعه همون لحظه قاتل دستگیر شده. بله بعد از یک ساعت. اول خوب فرار کرده بود با پدر رو بگرفته بودن. با پدر به بچه خود زنگ زده بود که بیا. اینا بیامده به هنوز این نفهمیده بود که فرامرز جان شهید شده. بیامده زده و فرار کرده و برفته. این چی دلیل بوده، چی انگیزه بوده که این اتفاق افتاده جیلم جان؟ یعنی شما خود شما یک هنرمند، ما مطمئن بودیم که فرامرز جان هرچند که ما شناخته داشتم از اینا یک بچه برادر کارکن زحمتکش. من اینقدر میتونم به شما بگم من نام خدا 6 تا اولاد دارم. از این 6 تا که 4 تا کلانم که نام خدا بچه چهارمی فرامرز بود. اینا ایت نبودم که سرکوچه نشین باشه. این هر کدوم پی کار وظیفه هم تا از این که کلانتری هسته به دواخانه کار میکنه. صبح مکتب میره بعد چاشتن دواخانه. فرامرز جان فقط روزای جمعه بیکار دیگه. به فردوسی مارکت خیاطی داشت. امروز جمعه افتاد. بله دیگه همین که من خوب سر در حادثه نبودم. همین دکاندارا و همین چیزا گفتن فقط اول یک جنگ لفظی بود
بین از این دو نفر مشاجرش. بله دیگه اینا همدیگر بزدن که باز طرف میره به خونه خو کار دور میداره، این بچه هم میره به رادیو. یعنی هیچ کسی نبوده داخل از این کوچه؟ دیگه من یک تاسفی که میخورم، من تصویر دارم، ویدیو هم هسته. من تاسف من اینه که ما واقعا در این قسمت اگر ما بگم هم کسانی که اونجا ایستاده بودن اینا سیوانه کردن گناه کردن. گناه از اینه که مثلا دو تا جوان به هم درگیر میشه، ما و شما باید اونا را از هم سیوا کنیم. دیگه هیچ گپی نبوده برای حادثه بچه من، فقط این جنگ لفظی بوده. دیگه یک اتفاقی بوده که بفتاد دیگه اجل بچه من برسیده بود. دیگه من خواهشی که از تمام همه کسانی که به حساب کانال یوتیوب دارم و بخش جای مجازی کار میکنم این قضیه خیلی کش ندارم. بله من میخواستم اتفاقا همین سوال از شما بکنم که یک تعداد صحبت‌های در فضای مجازی در کانال‌های یوتیوب، در فیسبوک و اینستاگرام صحبت‌های شده بود که اتفاق صحبت‌های که حالا لازم به گفتن از اونیه. من خواستم که هموطنان عزیز خود آقای احمدی با جزئیات قضیه برای شما شرح بدن. و این جوانا آقای احمدی اونا هم 3 سال بودن، شما همسایه بودیم. همسایه ما همسایه به یک کوچه نیم، بین ما یک چهره‌ای، اونا به طرف دست هفته میشینن، ما به طرف قبله میشینیم. دیگه همین بچه هم که بوده به سر کوچه بوده. بچه من که بچه اول به سر کوچه نبوده، همین سر یک چهره‌ای است. همون وکیلم گذارم جوگا دکانای درست میگه بچه از او خدیم بچه سلام علیک داشته. اول ها خدی از او خیلی دیر اختلاط میکرد، سچرخ بیامده فرامرز بشیشت داخل سچرخ طرف سر چهره‌ای آمد. از سچرخ تا شد اول خدی چند نفر تصویر دارن که دست میده. بعد از او خدی می آدم ابی زبون به زبون میشه. دیگه تمش اینا هم چی موضوع بوده اتفاقا؟ مثلا یعنی بحث دیگه نال عمو دکاندارا هم مثلا ایت نزدیک نبودن به اینا، مثلا این سچرخه والا هم که رفتم گودمی که این نفر به داخل بود فرامرز بیامد، من به جلوی سچرخه ایستاده بودم. واقعیت که من نفهمیدم که چی موضوع، ایت موضوعی نمیفهم که موضوع چی بوده، فقط جنگ از اینم لفظی بوده. بین یک موضوع خیلی تبدیل میشه به یک کلان میشه. ولی دیگه از این که خواهشی که از مردم دارم میبینم دو تا جوان میته جنجال میکنه، باعث از این نشن بستکم سیل کنم. دو تا جوان از هم تیر کنیم، یک نفر بگیر یک نفر. اتفاقا یک مشکلی که در این شهر هرات خودمانه که باید مسئولین هم توجه کنن، مردم هم توجه کنن. من خود شخصا در یک حادثه در این سرک شهیده اتفاق افتاد که طرف مجروح شده در داخل سرک، صدها موتر و تماشاچی استاده ولی همون مجروح کسی نیست به شفاخانه. اتفاقا ما سوال کردیم که چرا مثلا این کار رو نمی‌کنیم، میگم ما میترسیم زد به خان ما بفته. ولی من میخوایم که همچون حادثه‌ای اگر در هرات ما اتفاق میفته، اگر در همون کوچی که ای دو تا جوان و هم جوان بوده شاید بی‌عقلی کرده، این خصومت خدای نکرده نبوده نداشته. شما کدام مشکلی؟ اصلا ما همین دیروز همین پدر و قومی از اینا بیامدن به خونه ما، پدر از این نشناختم. که نه یعنی او طرف منطقه دیگه شما بودم، شما به این منطقه فاصله. من به شما شاید باور نکنیم بگم من خونه روبرو پشت سر فقط خدی وکیل گذر میشناسم. بتاین چیزی که 15 سال میشه این چیزی نه، ولی که ما نیم اولادم صبح میرن سرکار خوشم میاد، خود ما وظیفه داریم. یعنی ما این مردم رو نمیشناختیم، هیچ خصومت شخصی بین ما و از اینا نبوده که مثلا بچه از اینا بچه مرزده باشه. دیگه باعث شد حالا که عجل بچه رسیده بوده به یک جنگ لفظی چی شده. دیگه بازم من تشکر میکنم از امارات به ما عرصه وقت دستگیر کردن. بله همین حادثه امارات اسلامی افغانستان در این قسمت چی شرایط ایجاد کردن که شما مطمئن بشین که برای درسی باشه برای جوانا در آینده که همچون اتفاقای دیگه نفته در شهر ما و این شهر اوقدر یعنی جوانا قدرت پیدا کردن که کار دو بگیرن بزنن به سینه یک جوان، یک خانواده، یک شهر، همه رو ماتم بکشونن. ممکن بشنوم شما بگیم. من روزی که این طرف که بگرفتن به ما زنگ زدن گفتن شما دلجمع باشیم ما اونا رو بگرفتیم، چیزی که خدا و قرآن بگه گفتم ما هم اجرا میکنیم. یعنی حدود شرعی اجرا. همون چیزی که گفتن برای ما. من امروز هم جنایی بخواستم اجی گفتش که من هزاراتی که تو دیدی من ببینم مثلا همین هزارات تو واقعا همون هزاراتی که خدا نخواسته دست نخورده باشه، گپ نشده باشه. کسی که قاتل او رو هم شما دیدین؟ من نه.
ندیدم. اعتراف از چی بوده؟ اعتراف مستقیم اعتراف کرده که همین فرامرزنام من خدیو جنجال کردم، من براتون طرف خانه کار دارم، این برات می بیامده، من هم که بیرون شدم بزدم. یعنی خود از این خودی میگه که من نمیفهمیدم که چه کاری میشه. شما برفته که یک چیز ترسونی بکنه تو خبر نداشته که کار به قلبی بخوره و یاد سید. دیگه حادثی بوده که بو شده. دیگه چیزی من گفتن نمیتونم، فقط یک خواهشه که از این کسانی که صفات مجازی چی میکنه، موضوع فقط از این قراره، هیچ گپی نیه که گپای زیادتر بعضی جا ما بشنیدم، برای پیام دادم که این چیزی که ما به شما میگم به چی به همین رقم شهید شده. دیگه من خواهشه که دوستا دارم این خیلی چی نکنم. انشالله که هموطنان عزیز آنچه که از زبان خود آقای احمدی و جزئیات حادثه حلمناک شنیدیم، او هم جوان بوده، فرامرز جان هم جوان بوده، دو تا جوان غرور جوانی یک حادثه و این که ما متاسفیم که در شهری که ما زندگی میکنیم چرا مردم اینقدر بی توجه باشن وقتی دو تا جوان اینا جنجال میکنن، وقتی دو تا جوان مشاجره دارم، چرا بزرگا مستفیدا جوانا این مسئله به شکل تماشاچی انگار تماشا میکنن که دو تا چقدر خود بزنن. همین اتفاق تقریبا ویدیویی که شما دیروز کلا این فامیلا از اینا بیام، من وکیل سرگذر گفت اگه این مردم من بیام با فاتید، گفتم بیام هیچ مشکلی نیست. بیام من مشکل خیلی از این مردم ندارم، به چی اینا به پنجه قانون سپرده شده، چیزی که قانون فیصله کنه، من هیچ اصلا چی ندارم. الحمدلله که در افغانستان هم یک شکریاتی که ما فعلا در این شهر زندگی میکنیم برای همه شما مشخصه که حدود خدا یا حدود الله جاری میشه. یعنی ما مطمئنیم که این درسی باید باشه برای جوانا دیگه که آقای احمدی که هر روز این مایک به دسترس از اینای بی که من امروز از اینا اجازه هم نگرفتم، این مایک برداشتم صرف خاطر از این بوده که فرامرز جان برای ما ارزش داشتن، به خون فرامرز جان برای ما با ارزشه و همچنان ما حدود چند روزه که در سلام هموطن هیچ برنامه‌ای نداشتیم و منتظر بودیم که اول صدای آقای احمدی رو بشنویم و گفتنی‌ها شما برای او عزیزایی که از خارج از کشور پیام‌های در سلام هموطن دادن و ملت هرات میشنویم. من دیگه چیزی گفتنی ندارم، جا داره تشکری کنم از تمام هموطنان عزیز، خود چی در خارجیم چی در داخلیم. تشکر از اینکه پیام گذاشتیم. دیگه من فقط آخرین گفتم همینه که این غم خوب به ما برخورد، خدا تعالی داغ جوان به هیچ خونه نشون نده. دیگه همینقدر جوانا متوجه باشن، از دو کلمه گپ تیر شن. دیگه چرخوی زدن کار چی نیست. تو یک جوانی از راه برو قلب یک جوانی بزنی، میزدی 5-6 چرخوی به چمر میزدی، به پا به دست او فلج میشد. من خوش بودم گوشه خونه و جمع میکردم، ولی دیگه نامراد شد. حال خوب رو دست دادم. من خواهش از جوانای عزیز اینه که متوجه باشن، اول جنگ نکنن، وقت جنگ میکنن متوجه باشن. اگر تو چرخویی برمیداری باید بفهمی که با کجا بیزنی، یا یک چیز ترسونی میکنی، هر کاری میکنی دیگه ایت کاری نکن. یک جوانی تو همین من به شما قسم بخورم، همین دخترک ما به همین 5 روز ایت فقط همون عکسمو از همین کوچی 5 متره تا به شاهزاده او پیاده و قیخ کشیده و سر خواب مرد خوابه. اصلا بس اینه که امروز چرا در این شهر امروز جوانا و قدر جرأت پیدا کنن که اونا کارت به دست بگیرن و یک خانواده و یک شهر به ماتن تبدیل کنن. آقای احمدی با تلاش هایی که شما هموطنان عزیز در 30 سال که خدمت برای هرات و مردم و در پرده‌های تلویزیون داشتن، این فکر نکنم حق از اینو باشه که امروز یک جوان این شهر بیایه با کارت بزنه به قلب طفل از اینو. جوانی که وقت دامادی ازی بود، وقت ازی بود که آقای احمدی تصمیم میگرفتن که او داماد کنن. ما میگیم خداوند او داماد جنت کنه. آقای احمدی خداوند شما صبر بده و این مایک صدای مردم به شما هم از این به بعد تلاش های شما، کار شما اینه که ما بیشتر به مردم آگاهی بدیم که این اتفاقات دیگه در این شهر رفته. ما خب به تمام مردم معلومه، من 32 سال در راه هنر زحمت میکشم. هدف مایی بوده که ما برنامه برای مردم بسازیم که یک برداشت مثبت داشته باشه. اولادام هم ما به طول عمری که دارم تا حال
دروازه جنایی و مثلا چیز اولادام خود ما ندیدم. الحمدلله ما اولادای تربیه کردیم کل تقریبا 4 تا خوب از پانتون فارغ شدن. همه که به صنف 12 خلاص کرده بود دیگه فقط کار خیاطی میکرد به فردوسی مارکت دکوندش. روزای جمعه بیکار مجرد بود دیگه. مجرد بود 22 سال سندی بود دیگه مجرد بود دیگه که خدا خواست از بین ما ببرد. چند دیگه فرزند داریم آقای امیدی؟ ما 6 تا فرزند دیگه ولی فراموش جان گرفته 5 تا دیگه. خداوند حفظ کنه. خداوند به شما صبر بده. ما از خارج کشور و داخل کشور هم به تنها بسیار پیام کردم، تماس گرفتم، هرچند که ما 2 روز شما مراسم داشتیم، خب نخواستم که مزاحم شما بشیم و شما امروز یک کمی حال روی پیدا کردیم. و ما از طرف شبکه سلام هموطن و همچنان همکارایی که ما داریم و ما از شما تقاضا میکنیم که شما خداوند اول به شما صبر بده، سلامت بشه. و همه مردم به کنار شما هستیم. به امید خدا خون فرامرز جان پایمال نمیشه و شکر خدایی که امروز در این کشور قانون تطبیق میشه، نه وسطم ارزشی داره نه پول، و شاید به خود شما هم ثابت شده باشه. دیگه من خدای برخورد از این روزی که می حادثه شده به هر جا که من میرم به ارگانهای دولتی خیلی احترام میکنم، خیلی چی میکنم. من فقط هیچ من نمام از امارات طرفداری من بکنم یا طرفداری از این بکنم. چیزی که خدا گفته بیشتر آنچه که همون چیزی که دین ما و شما گفته، همون چیزی که قانون و امارت، همون چیزی که حق می بچی منه، همون حدود الله، هر چی که از همون جاری کنم. من هیچ خصومت خدای فامیل از یادم ندارم، نه پدر از این میشناسم نه برادر از این. تا حال من می بچرم شخصا خود ندیدم، فقط اکثر به من نشون دادم که همین آدم منو به چی طور به قتل رسونه. یعنی به خدا قسم به طالب نفر ندیدم. ما شما برای مردم ایراد معلومیم، برای ما آقای احمدی معلومیم. آقای احمدی چی بگم من وطنان عزیز، بدون ای که آقای احمدی از شبکه سلام هموطن و باقی هنرمندایی که ما داریم اینا تقاضایی که باشه هماستین بلند کرده بودن، تازه در هرات شبکه سلام هموطن تأسیس کردیم. بنیانگذار و آقای احمدی هستند و امروز وقتی ما چوکی خیلی از اینا رو 5 روزه میبینیم واقعا برای ما خیلی سخته و خداوند به شما صبر بده آقای احمدی عزیز. و امیدواریم که خون ریخته شده فرامرز جان باعث بشه که در آینده الگویی بشه که دیگه خون بیگناه در این شهر ریخته نشه و جوانا قدر جرئت نکنن که همچون کارهای رو انجام بدن و اونا چاقو در دست خود بگیرن. من خود میگم من خال غم دیدم. خدا دیگه به هیچ خانواده غم نده، به خصوص غم جوان نده. غم جوان خیلی سخته. خاک سپری تنها نیم شما آقای احمدی، دلجمع باشه ان شاء الله که غم خوب دست ما و شما چیزی نمیاد دیگه. ما چیزی گفتن نمیتونیم، مجبوریم به اون تصمیمی که الله گرفته. تقدیر ما و شما مسلمانیم، عقیده ما و شما همینه که 3 روز هم بیشتر اعضا نداریم و من از شما تقاضا میکنم که شما یک چیزی هست که من واقعیت به شما بگم، خود شما میفهمم 3 روز اعضای من اعضا نگرفتم. این که مردم برای من محبت میکنم، احترام میگیرم، اعمال شاید خودش ما برای مخونه میایم. دیشب تا 11 بجه شب 11 و نیم بجه شب میرفتم میامدم. یا کسانی هستن که واقعا احترام خیر بده دیگه و اون شهید ما دارم یا همون اعمال بچه من متنک بوده که مردم را در دیوال. شما ثابتیم آقای احمدی، فرزندا شما هم ثابتن. ما هم سایه شما در این پیام ها و کامنت هایی که دیدیم هم